سلام، ارادت وقتتون بخیر. همونطور که میبینید یکی از دوستان یک دستگاه پولوپز برای ما فرستادن و گفتن که دستگاهشون کار نمیکنه، آب و جوش نمیاره. ما الان تقریبا فکر میکنم که 10 دقیقه 15 دقیقه هست که ما اینو گوشیم روی انگار نه انگار، یعنی اصلا آب داغ نشده و جوشم نیومده. البته قبلا دادنش تعمیر دستگاه رو و گفتن که اینجا حالا یه سری نمیم عدد بوده و این چیزها. الان دیگه فقط اینو میزنن روشن میشه، با اینم با این خاموش میشه. آره، اینم میزنن روشن میکنن استفاده میکنن. من دیگه حالا پروگرامش هم از کار افتاده، ولی خب جوشم نمیاره دیگه دستگاه رو. ما میریم آب دستگاه رو خالی بکنیم. در پشت دستگاه از این قسمت زیر دستگاه پیچشو باز بکنیم. ادامه ویدیو رو همراهتون هستیم. آب دستگاه رو، یعنی آبی که داخل ظرف بود، رو خالی کردیم و پیچای پشت دستگاه که این دوتا قسمت پیچ داشت رو باز کردیم و از این قسمت به داخل دستگاه در واقع دسترسی پیدا کردیم. خب اگر که ما بخوایم این رو از اینجا چک بکنیم که حالا سیم ورودی به این قسمت خورده و از اینجا سیم اومده، یه سفیدی آبی که حالا آبی اومده مستقیم رفته روی برد و سفید اومده از اینجا رد شده و قرمز اومده روی برد. خب احتمالی که در واقع من میدم اینه که این قسمت ما یه فیوز حرارتی باید داشته باشیم که به نسبت دمایی که دیگ میگیره اگر بیشتر از یه حدی باشه فیوز بسوزه و حالا منجر به آتش سوزی یا قطع شدن، حالا منجر به خطرات احتمالی نشه و قطع بکنه دستگاه. و یه سیم دیگه هم، یه جفت سیم دیگه هم من اینجا دارم میبینم که حالا هنوز چون برد رو بررسی نکردم فکر میکنم که حالا زیر این، حالا یا اون بره همین برد دو رو یا اون زیر که احتمالا چون LCD هم داره، نه اون پایین احتمالا یه برد دیگه باید باشه که میکرو روش باشه. اینا کابلای حالا دیتا ها هستن و این سیمی هم که اینجا قرار گرفته این که باید المنت باشه، اما این سفیده فکر میکنم این زیر یه سنسور دمایی چیزی باید گذاشته باشن، حالا یا المانی که با تغییر دما یه تغییر ایجاد بکنه و میکرو بتونه این رو بفهمه و درجه رو تشخیص بده. نه باید مال اون باشه. خب ما اگر که بخوایم این چیز رو بررسی بکنیم باید اول از همین ورودیمون شروع بکنیم. من برد رو باز بکنم، ادامه، یعنی در واقع این برد رو از روی دستگاه جدا بکنم، ادامه ویدیو رو همراهتون خواهیم بود. خب من پیچای این قسمت رو باز کردم، اما یه نکته‌ای راجع به این المنت به ذهن من رسید. گفتم که اول تستش رو با هم دیگه بگیریم. ببینید من مولتیمتر رو روی حالت اوم قرار میدم و نگه اینم کجا تو تصویره. خب این دو سر پراب مولتیمتر رو روی این پایه های المنت میذارم. اگر که بتونم باید دوربین رو بذاشتم روی پایه، اما خب حالا فعلا داره کارم را میندازه. میبینید 50-60 اوم داره میده. خب این یعنی چی؟ یعنی که المنت ما سالمه. خب احتمالاً المنت ما چون اگر که المنت سوخته بود، برق هم که بهش میرسید این داغ نمیکرد دستگاه، یعنی احتمال داشت که از المنت باشه. خب من المنت رو الان میگم یهو یادم افتاد، گفتم که با هم دیگه بریم جلو. چک کردم میبینم که الان المنت سالمه. بریم ببینیم برق به دو سر المنت میاد. من دستگاه رو به برق بزنم. دستگاه رو ما الان به برق متصل کردیم. ولتاژ AC روی ولتاژ AC میذاریم و از این قسمت این دو سر رو میگیریم. باید 220 رو به ما بده. نه دکمه‌شو نزدم. دکمه رو میزنم، دوباره میگیرم. خب همونطور که میبینید هیچ ولتاژی این دو سر نیست. حالا الان میتونیم این اطمینان رو حاصل بکنیم که مشکل از بردمونه که برق نمیرسه و من اینو از برق در میارم. خب برد رو جدا بکنیم و ادامه ویدیو رو با هم دیگه هستیم. خب
من بورد رو جدا کردم حالا تا اینجا. این دو تا سیم که به المنت وصل دیگه، اینا رو جدا نکردم به خاطر اینکه یه چیزی من اینجا دیدم، یعنی این علامت رو ببینین روی این رله زده شده. این من احتمال میدم که حالا اون تعمیرکار قبلی که حالا بردن پیشش و اینو یه سره کرده که فقط روشن میشه و با کلید روشن میشه و خلاصه این داستانا، اینو چک کرده، یا مثلا این علامتی که روی این خازن زده اینا رو چک کرده، یا مشکلی داشتن یا شکی داشته به اینها و گفته حالا فعلا داره کار میکنه، بذار بره ببینیم چی میشه. اگه دوباره اومد مثلا قدرت بیفته روی المنت و جریان رو المنت بکشه و داغ بکنه و خروجی آبجوش ما داشته باشیم. حالا من میگم به این دوتا مشکوکم به خاطر اینکه علامت خورده. این دوتا رو باز میکنم و بذارید من حالا ویدیو دوربین رو باید بذارم روی پایه. خب ما از این قسمت من ببینم که فقط این چطوریه. الان اینجا تو تصویر هستش. پایه های خازن رو جدا بکنم تا یه چک بکنیم ببینیم که خب اینو بیارم بالا. همونطور که میبینید 1/10 میکروفاراد هستش. با همون مولتی مترمون که حالا اینو من فقط این حالت خازن تنظیم کردیم. « 87 نانوفاراد در واقع 100 نانوفاراد باشه که 87 13% اختلاف مشکلی نداره. 12-13 تا مشکلی نداره برای خازن امکاتی. امکاتی ها معمولا 5% اختلاف دارن، 10%، 20% که نرمشون حالت چیزی که داخل بازار هستش و اوکیه. اون 10-20%. 10%ش خیلی خوب، باید جنس خوبن، و 20%ش اوکی. یعنی خازن ما هم احتمالا از همون مدل 20% اختلاف ده، ولی 12-13% اوکی. این لحظه نگاه کنم ببینم پایمو ترتمیز در اومد یا نه. یه ذره روغن بازش بزن. خب حالا خوب شد، قشنگ شد. خب بریم این یکی رله‌ای که علامت داره رو باز بکنیم قبل از اینکه بخوایم به هر چیز دیگه ای فکر بکنیم. اینا رو یه چک بگیریم. کاش گیرم رو میذاشتم اما خب نیازی نیست. این دوتا رو که اوکی. اگر با اینا به نتیجه نرسیم دیگه بورد رو جدا میکنم برای اینکه سریعتر حالا کار کرده باشم. اگه با اینا به نتیجه نرسیدم بورد رو کامل جدا میکنم و میشینیم بررسیش میکنیم با هم. من احتمال زیادی میدم که با همین اون که نبود، ولی احتمالا این رله یه مشکلی داره. خب یه ذره آزادشون کنیم. حل. خب بیایم ببینیم که مشخصات این رله چیه.
فکر میکنم داشته باشم اینه. حالا بذار اول چکش بکنیم. به تغذیه رو روشن میکنیم روی همون 12 ولت کافی تقریبا میذاریم. از جلوی دستم بردارم. خب ما الان باید علل حساب این دوتا پایه بوبین هستش و این پایه‌ای که کانکت، یعنی در واقع اتصال رو برقرار بکنیم. مولتیمترمون رو روی اون تنظیم کنیم و اینجا اگر که خب ببینیم که احم این دوتا پایه چقدره. باید باز باشه کامل. خب الان اتصال بازه. من یه کاری برام پیش اومد، قطع شد ویدیو. یه دستگاه که روی 12 تنظیم کردیم. خب ببینید میشنوین. خب یعنی این که داره کار میکنه رله. منتهای مراتب چیزی که مهمه، یه نکته‌ای که حالا زیاد بهش شاید توجه نمیشه، مقاومتیه که ما اینجا داریم. یعنی موقعی که ما اینو زدیم و وصل شد باید مقاومت این دوتا پایه رو اندازه بگیریم. 1 اوم. یک بار دیگه. دو. یک بار دیگه من بخوام بگیرم. دو. سه. ببینید هر چند دفعه که ما اینو تست میکنیم یه عدد نشون میده، در صورتی که نباید اینطوری باشه. در واقع این باید وقتی که اتصال برقرار میشه مثل سیم بشه، مقاومتی نداشته باشه. خب حالا برای اینکه اینجا هم یه علامتی داشت و این احمو ما دیدیم، من مطمئن شدم که احتمال این که این قطعه رو حالا مشکوک شدن بهش، یا حالا بعضی اینا موقعی که این اتفاق میفته بعضی موقع حتی این تقه که مال وصل شدن هستش صداش نمیاد. یعنی یه موقعی میزنی اون نمیزنه، وصل نمیشه. بعد اصلا یه سری گرد و خاک هایی که میره بین پین ها رو میگیره، این بعضی موقع اصلا اتصال برقرار نمیشه، بعضی موقع هم که اتصال برقرار میشه اون مقاومت رو، اون احم رو از خودش نشون میده. خوب کار نکنه. همین در واقع مشکلی که این قطعه داره، میتونه خودش جریان کشی داشته باشه، داغ بکنه و حتی اون اتصال قطع بشه. یعنی بخاطر جریان کشیدن اون نوک اون اسمشون چوب پلاتینایی که به هم دیگه میخورن ذوب بشه و این بخاطر این یک کوچولو جرقه‌ای که اون وسط داره و فاصله‌ای که هست، گپی که به وجود میاد و اون تشکیل میده، اون میتونه اینو خلاصه خراب بکنه. من اینو عوض میکنم و تا مطمئن بشم. بقیه رو میتونم دونه دونه چک کنم، اما به خاطر اینکه میگم حالا زیاد چیز نیستم، الان خازن‌ها به نظرم خوبن، چیز خاصی هم نداره دیگه. اگر این نباشه اینم باید حالا چک بشه، البته اینم باشه. اون تا فکر میکنم اینا مشکلی ندارن، همینی که حالا خودشون بزرگوار بهش مشکوک شده رو ما هم تست کردیم، همین به نظرم خراب. اینو عوض میکنیم، اگر که نشد باز میکنیم این دوتا. فقط ببینید اصلا من یه حالت کلی دیگه خدمتتون توضیح بدم. در کل این برد تغذیه کلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دونه 11 12 13 تا 13 تا دونه قطعه این ورش داره، 3 تا دونه ترانزیستور هم اینجا.
که حالا احتمالا اینا سویچن که میبندن و این وصل میشه. دوستا مقاومت هم داره SMD. 1 2 3 تا دونه هم مقاومت SMD داره. چیز خاصی نداره، همه اینا رو میشه دونه دونه چک کرد. اما از اونجایی که میگم من ببین مثلا وقتی این LM باید باشه 0.5 باشه که ولتاژ تغذیه من ببینم، آره 7.05 هستش. این خودش ولتاژ تغذیه مثلا این قسمت میکرو رو داره برای ما هندل میکنه که خب این LLCD رو که میاد بالا داره کار میکنه، دکمه ها دارن این بخش درسته، مشکلی نداره که از این پول دیودی اومده به اینو، این احتمالاً کمترش رفته اینج. قبل از ترانس هم که اینهاش دیگه همینجا دقیقاً ولتاژ برق شهر که یه قسمتش میاد برای ترانس، میاد پول دیودی میاد اینور، یه قسمتش هم که میره سر این رله ها. حالا یا دستور صادر نمیشه یا دستور صادر میشه، همین مشکلی که گفتم هست. یعنی ما میخوام اینو خدمتتون بگم، این هم توضیح دادم وقت ویدیو رو هم گرفتم، میخوام بگم که اگر ما دونه دونه هم بخوایم تمام این قطعات رو چک کنیم، اصلا نمیخواد بررسی قسمت برین جلو که حالا باز دوباره بیان به من بگن که شما میدونستید و این مشکلش کجاست و اصلا من بدونم چی میشه، مثلا چه اتفاقی میفته. من میدونم مشکلش الان مثلا این آقا، من میدونم مشکل اینو عوض میکنم درست شده، چه اتفاقی میفته. با این حال میخوام بگم که یعنی اگرم اصلا این علامت ها هم روی این نبود، کاری که من میخواستم بکنم این بود، اینا سه تا ترانزیستور دیودی هم که بگیرم، این ترانزیستورها رو متوجه میشم سالمه یا نه. اینا هر کدومو در میارم، همینطوری بهشون ولتاژ میدم، تست میکنم. موقعی که کانکت میشه، موقعی که کنتاکتش انجام میشه، من اون دو سر مقاومتش رو میگیرم، باید صفر باشه، مقاومت نداشته باشه. و این المنت رو که خب مقاومتش رو فکر میکنم اول ویدیو گرفتم، نمیدونم تو ویدیو افتاد یا بود یا نبود، فکر میکنم گرفتم. و یا اینکه دستور نمیاد، میگم حالا اینو فعلا اینو عوض بکنم. بعد چون صدای وصل شدن رله می اومد موقعی که داشت کار میکرد، یه جاهای صدای تق می اومد، اما شاید هم از این نباشه. من الان اینو عوض میکنم، بذارید ببینیم دارم اصلا این همه حرف زدن. خب ببینید من حالا عین همونو ندارم اما مشابهش رو دارم. ببینید این تنها تفاوتی که پایه ها که اینه، همه تفاوت تو اینه که این 5 آمپر چیزی که رو خودش بود، اینی که من دارم 10 آمپره، قوی تره، مشکلی نداره. اینو ما قرار میدیم براشون، هزینه هم میکنیم و 10 آمپر میذاریم. اینو من اینجا بذارم اگر که راه بده. خب ما هم اینجا با هم اگر بریم جلو، یا به نتیجه میرسیم یا اینکه باید ادامه ویدیو رو در واقع بقیه المان ها رو چک بکنیم. الان کاری که میخوام بکنم، یکی این که بعد از تعویض این یه تست بگیرم، اگر درست نشد من بازش میکنم، اون دوتا رله دیگر رو هم چک میکنم، یعنی از برد خارج میکنم و همونطوری تست میگیرم ببینم آیا اتصالش کامل برقرار میشه، مقاومتش صفر میشه یا نمیشه. اگر شد و اونا هم سالم بودن یا اگه مثل این بودن، عوضشون میکنم، دوباره دونه دونه تست میگیرم. اما اگر نه، اونا سالم بودن و هیچ مهمی نداشتن، من میام و این دستورها رو یعنی به برق وصل میکنم، سیماشو متصل میکنم، ببینم آیا این دستورها صادر میشه یا نه. همینجوری هم میتونم، مثلا همین الان میتونیم اون تست رو انجام بدیم. این قرمز اینجا بود. دوستان اگر که دستگاهی رو باز کردین، حتما حواستون باشه، من همیشه برای بچه‌ها میگم که از دستگاه عکس بگیرین قبل از اینکه باز بکنید. حتما دو تا عکس از دستگاه بگیرید. من خودم هم معمولا این کار رو انجام میدم. حالا من میذارم توی پروژه هایی که انجام شده، عکساش رو نگه میدارم، مخصوصا عکس بردار رو که اصلا یه موقع میبینید عین همین برد دوباره براتون میاد و مثلا این دیود سوخته، نمیدونین چیه، مثال میگم، اما چون قبلی رو داشتین و از روی عکس قبلی متوجه میشین که اون دیود چیه و اون اونجا قرار میدین و کارتون پیش میره. و یکی هم به خاطر این سوکت ها بدونین کدوم سوکت ها از کجا در آوردین، چی مال کجا بوده،
این موقع اشتباه وصل نکنین که از این وصل کنیم. تا به این دوستمون گفتم که این یه دونه این سیمان نیست، گفتم که این LCD بایدش خودش هم گوگوش زبر نشون بدم و نمیخوام، فقط همین که روشن بشه و کار بکنه کار ما راه میفته. پس ما دیگه به برد کنترلش اصلا دست نمیزنیم. پیچارم نمیخواد همه رو ببندم، فقط همینجوری فعلا یه تست بگیرم. خاموش کنم ببینیم اگه صدای تق این رله ها بیاد یعنی دستور داره صادر میشه و مشکل از همون رله بوده، نهایت این دوتا رله دیگه. برق میزنم دستگاه رو. مدت زیادی هم نمیخوایم ما این برق نگه داریم بدون آب بخواد بهش آسیب برسه. فقط در همین حد که موزیک رو قطع کنم. خب الان باید صدای هر کدوم از این رله ها بیاد. در بسته است. این دکمه زدم، نمیدونم حالا معلومه یا نه. بذار ببینم. آها خب دستور داره صادر میشه و رله‌ها دارن کار میکنن. به نظرم در بده، بذار برق در میاره. در بده دستگاه رو ببندم، بقیه سیمورم یه مقدار آب داخلش بریزیم یه چک بکنیم، به احتمال زیاد درست شده. من دو تا پیچم میبندم، دو تا پیچ این برام ببندم، ادامه ویدیو رو همراهتون خواهیم بود. خب من پیچای دستگاه رو بستم، یه مقدار آب داخل این دستگاه ریختم. موزیکمون رو هنوز قطع. خب این دکمه حتی درش رو باید ببندم فکر میکنم، چون دکمه استارت رو میزنم. یه چند دقیقه بهش زمان میدم، چند دقیقه دیگه بذارید دوربینم از روی پای برمیدارم، ادامه ویدیو رو همراهتون خواهم بود. این صدای تق تق رو که هی قطع میکنه و وصل میکنه رو گفتم اگر بشه توی ویدیو بتونم بندازم خوب میشه، تا موقعی که حالا جوش بیاد، چون داره گرم میشه. آها صداش اومد، شنیدین؟ این صدا رو داره و یعنی که داره دستور صادر میشه. من آبو چک کردم، این چند دقیقه مقدار گرم شده، اما خب یعنی کف چیز قشنگ داغ شده، آبم داره گرم میشه. حالا اگر که کامل جوش بیاد، بخار کنه، قشنگ جوش بیاد، یعنی اینکه دستگاه اوکی شده. اگر نه که دوباره باید باز کنیم و ادامه ویدیو رو در واقع ادامه تعمیراتمون رو انجام بدیم. یه نکته دیگه، این دستگاه درسته پزشکی نیست، هیچ ربطی هم به دستگاه پزشکی نداره، اما خب دوست عزیزم دستگاهشون رو فرستاد و گفتش که برامون یه کاریش بکن. همونطور که میبینید قشنگ داره بخار میکنه و حالا درش رو باز بکنیم ببینیم که داخلش چه خبره. بله ببینید که قشنگ جوش اومده و آب رو جوش آورده و داره کار میکنه. خب اینجاست که اون یه دونه شکی که حالا به این رله داشتن و عوضش نکردن باعث این مشکل شده و این دوست عزیز ما همچنین مدتی دستگاهش کار نمی‌کرد، فکر می‌کرده که اونجایی همچون یک بار که میره پیش یه تعمیرکار دیگه فکر میکنن که اون دستگاه رو نتونسته تعمیر بکنه یا حالا دیگه نمیارن پیش شما. و اگر دستگاه رو گرفتید هر قسمتیش رو که احساس کردید شاید خراب باشه
تعویضش بکنید، هزینه ای نمیبره. امیدواریم که براشون خوب کار بکنه. منم ببخشید که دستگاه پزشکی نیست، اما خب قبلا هم داشتیم دستگاه انژکتور شور داشتیم، دستگاه دیگه داشتیم. فقط برای نمونه کار، برای اینکه دوستانی که حالا با ما همراه هستن بتونن استفاده بکنن. موفق باشید.